شاکر سپاسگزاریم که امروز مراجعان الحمدلله ما را دعوت کرد در این سفره رنگارنگ ما را طعام داد. دعا کنیم خداوند کریم صدقه کرده که به درگاهش قبول بفرماید، دستگیر روز قیامت شود. مفهوم حدیث رسول پاک صلی الله علیه و سلم که کسی ای دیگی تو گوش خورده هیچ وقت دیگی تو به گوش نمیمونه. هر وقتی که تو یک خیر صدقه انشالله کردی، خداوند تعالی در عوضش 700 برابر در همین دنیا و آخرت میده. چرا که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان فرموده که اگر شما یک گندم در بشنونین، از همون گندم خوشه میشه و خوشه 7 خوشه میگیره، در هر یک خوشش 700 دونه چیه گندم. همین میگیرن که اگر تو در راه خدا خیر احسان کردی یا گوسفند کشتی، خداوند تعالی 700 برابر اجرش میده. دعا کنیم خداوند کریم در این ماه عرفه، در این ماه ذوالحجه، این بهترین صدقه در همین ماه سایر عملهایی که در همین ذوالحجه انجام میشه، در همین روزهای تشریق و عید که مردم در مینان، در عرفاتن، در مزدلفان، چقدر فضیلت‌های داره. یکی از روزهای همین عرفه همیه که خیر و دعای یوم عرفه، بهترین دعا روزای دعای انمی عرفه که دعا قبول میشه. اینا گفتن چی به بهترین روزای خداوند تبارک و تعالی در نومش بکشم. یک حدیث دبیویه که همین روز چندین هزار میلیون آدم ای دوزخ همین روز عرفه آزاد میکده. خیلی خمونده امنیستی هم میگن کو همین روز عرفه بوده، در روز ای دوزخ آزاد کردن همین روز عرفه بوده. برای همین دعا میگیرن که روزه میگیرن که میگه اگر کسی روزه گرفت یک سال گذشته و آیندهش بخشیده میشه. الحمدلله خدا را شکر ما همین چیزا غلط دیدیم، نصیب مون کرد، همین شانس داده که عرفه را دیدیم، عید دیدیم. این روزا چقدر فضیلت داره. این روزا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که شما زیاد ذکر کنین در این روزا. ذکر این روزا همیه که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد. اینقدر این ذکر هم خیلی فضیلت داشته که حضرت بلال صحابه کرام رضی الله تعالی اجمعین میگه بازار دمی رفتیم بلند میگفتیم که مردم بگن شما هم در همین چند روز این همین آخران روز این همین روزه که کسی تو همین روزا گفت ماشاءالله چقدر فضیلت کرد، چقدر گفت. عزیزان من، اصل اسلام ترسیدن از خدا، خشیت از خدا، یعنی خشوع داشتن، ترس از خدا داشتن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم افضل عمل عند الله خشیه الله. میگه بهترین عمل نزد پروردگار ترسیدن از خدا فی سری و علنیه، در روشادی و در پناهی ترسیدن از خدا. ترسیدن از خدا چیه؟ یعنی همه وقت به یاد خدا بودن که نماز قضا نشود. عید اومده سه بیا یک قربانی بگیرم که عید قربانی کنم که امر پروردگار است که حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند گفت که فرزند تا قربانی که، یعنی امتحانش کرد. امروز ما و شما واجب شید هر کسی که سرمایه داره مال داره باید قربانی کنه. این ترس خدا، ترس خدا که رمضان اومده سه به رمضان دا چیکار کنم؟ تیاری بگیرم روزای شعبان، روزای دوشنبه پنجشنبهش روزه بگیرم خدمت تیار کنم برای رمضان. یعنی مشق کنم که روزی رمضان که اومد در روزه گرفتم ماده چی نشوه؟ وزمین نیویم. این ترس از خدا. وقتی که نصاب بود به 33,000 سومان رسید، $3,000 باید بگو که باید 2.5% ثابتم که الله سبحانه و تعالی امر کرده که یکی از رکن دوم اسلام، سوم اسلام چیه؟ اقیم الصلاة و آتوا الزکات، زکات دادن. به این ترسه. حضرت امام جوزی رحمه الله میگه کدام دلی که نه ترس از خدا نداشته باشه او خرابه. میگه اصل کل خیر فی الدنیا و الاخره الخوف الله من الله عز وجل. تمام خیر و برکت در دنیا و آخرت ترس از خدا. میگه اگر ترس از خدا نباشه برکت نداری.
ترس فهمونده سم چی بسیدم ترسی خیلی نه که به ترسی چی بلرزی نه ترسی که ارکان اسلام دا سستی نکنی امر خداوند دا سستی نکنی وقتی که امر شد باید چی بگوی چشم بگوی مخلصانه جواب تی صحابه کرام وقتی که از اون حضرت بلال بگو وقت فضیلت های نماز گفت میگه وقتی که از اون میشید دستش در درون تله و تنگه بود یا که مال در خرید و فروش ده بود میگه بای شیران خرید و فروش همه را ترک میکردن لرزه شد میگرفت تو تارت خونه را که تیز بریم نماز بخونیم صحابه کرام دیگه ایشیا گفت که چیقدر لرزیده سای زب زرد میشید گفت پروردگاریم گفت حیل الصلاه حیل الصلاه حیل الفلاح حیل الفلاح بسوی نماز بیو بسوی رستگاری بیو آیا نشنویدی که رسول خدا سوره ارایت الذی کسانی که در نمازشون سستی کردن کایلی کردن تنبلی کردن چی میگه ویل للمصلین وای برای نمازخوانا چخیل میگه نماز میخونی و با عذاب برای نمازخوانا بده بعد تفسیر میکنه هم خودش آیت الذین هم عن صلاتهم ساهون کسانی که در نمازشون چی میکنن سستی میکنن اگه شما برادرها فکر کنین وقتی نماز میخونی این عذاب ویل گفتنی در دوزخ یک منطقه عذابه میگه برای نمازخونا که عذاب باشه این بی نمازا رو چخیل میکرده باشه نمازخونایی که در نمازشون سستی میکنن وقتی نمازه میگه به ناسی دیگه بکشم وقتی نمازه میگه به یک قاق بستمولی وقته وقتی نمازه میگه اولی دوملولی کمتر گپ بزنه و سپید میکنم فهمیدید مثلا یا میگه نمی رستوری آخری نمی رستورا بزنم بعد میرم یا که نمی قاقی کریشه مونده میرم پشونم بعد میخونم انمو ویل للمصلین گفته وای بر نمازگزاران کدام نمازگزاران الذی همان نمازگزارانه که هم عن صلاتهم ساهون در نمازشون چی میکنن سستی میکنن انا میره خوف میگه هر کسی میگه ترس از خدا نداشته باشه در برای ارکان اسلام 5 از ارکان میدونین کلمه شهادت نماز زکات روزه حج مالش به نصاب رسیده زکات نمیده مالش به حج رسیده زکات نمیده مال داره قربانی نمیکنه ترس نداره از خدا که فردا روز قیامت ثم لتسالون یومئذ عن النعیم شما را از این نعمت ها من میپرسم نعمت های تنی صحت دلی بیغم خاطر جمع آسایش آرامش بینایی زبانی گویا دلی ناسا عقلی رسو هر یک کوچه ده یک گنگای هر یک کوچه ده یک دیوانای هر یک کوچه ده یک کسالیک روحیای اگر اولا برای چی که دگه ما اترگی ای برادر تو شگرانه که ترا هم خلی نکردم ترا شگرانه که کسلارات هم محکم نکردم زبان تا هم خیلی میگیرم گپ زده نمیتونی نماز بخون نماز چیه؟ الصلاة شکر الله تعالی علی النعمتی التي لا تحصاها نماز شکرانه پروردگار بر عوض یعنی این نعمتای تنی صحت دلی بیغم خاطر جمع زن فرزند خانه لکسوس اپارتمان ویلا میلا همه تنجی همونی انمی نعمت چه نماز بخون که رنگ اوکراین بمبارانت میکنم رنگی نمیچی سرگردان میکنم فلان جوری زمین جنبی میورم به فلان باری به فرزندت میکنم فرزندت که میاد اوتا میگه اوچا میگه دبرت میشینه دخترت بچه تا هوشت میروه انا میره شگرانش نمازه نماز نخوندی این کورنمکی و نمک ناشناسیه ایره یه روز خداوند همین خیل میگیرش نماز چیه؟ شگرانه زن من دا می نویسن ای ترمه برو مدام 36 دادر اومدم مولا هیچ که مرا نمیگیره زن ندارم 47 دادر اومدم هیچ که زن نمیگیره دخترها می نویسن 30 دادر اومدم ارزو دارم که شو کنم فرق نداره کره کوره بیه نمیشه وقت بختم بسته شگرانه چیه؟ نماز شگرانه تنی صحت دلی بیغم خانهایی که شگرانه چیه؟ در کوارتیر نیستی خانه خطه قدری خانه اصلی خطه کوارتیران میدونه آخری مو میشه در میزنه $500 رابطه میگه بو میدره جنگل میکنه که گوداگود ابویا کندیان اجاره خیلی کردن طریقه دیگه انمی نماز شکرانه نمی خانه عبود تای نماز شکرانه نماز زن تای که متاسفانه ما قدرش نمیدونیم میزنیمش عقارت میکنیم میگه انسانی که زن احترام نمیکنه زن دوست نمیداره مسلمان نیسته میگه اونی بلاگدر نیه میگه نمک نوشینوسه چرا زنی که در کوچه در کی جای خونه تا نگاه میکنه سیفی پول تا نگاه میکنه خونه و در تا میرو میشه که هموم توزه کوخنید میای اوقات می فرزندای شیرین میکنه فرزندت کلان میشه میگه تا دم بگی کارت دوشنبه سی تراپارتو تاوم اما پیش نمی زنک اومدگیه
همین زنک زویدگی چی به قدری زنک نمیدونی؟ هر کس قدری زن ندونه، هر کس زن احترام نکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ایمانش کامل نیست. گفت من 4 چیز دوست میدارم: آبی خنکه، نماز در وقت خواندن، گوشت زنکه. 3 چیز رسول خدا 4 چیز دوست می‌داشته. ما باید همین چیزا دوست می‌داریم. گفت خیارکم خیارکم لنسائهم. بهترین مردا کیه؟ گفت مردهایی که زناشون گفت خیر احسان میکنن دوست میدونن. کسی که به زن فرزندش اگر احترام کنه، فرزندش دوست بداره، زنش دوست بداره، برکت در خانه‌اش میشه، دعاش مستجاب میشه. او ضعیفه، پرشکسته، قدر زن به زن میدونه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح سنتی منه، کسی از سنتی من رو میگردونه امتی من نیست. کوشش کنین گفت زن بگیرین، ای دنیا با نکاح برین، چه مردا چه زنا. کسی که زن داره برکت داره. 3 چیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که 3 چیز برکت است: یکی زن، یکی اسب، یکی خانه. یا زنی میگیری الحمدلله بچت میشه، میری شهر میشه، بچه میشه، بچت یک آدمی حاکم میشه که در پیرید همه چیتا میکنن. بسیار آدم را دیدیم کم بغل بودن، فقیر بودن، خدای تعالی یا بچهشون داد، بچهش چی شید؟ او آدم قطعی نمیشتن، سلام نمیکردن، خاطری بچهش این خیلی استادگی و چیرد میسنن که ببینیمش. این باید چی میشه؟ همون زن برکت شه. اخی آدم زندگی نداره، زن میگیره که حج میره و خونه میخره، ماشین میخره، چه این برکت؟ دیوم برکت خونه، سیم ماشین. با همین 3 چیز ده شما. یکی زن میگیری که فقط سودبازی ده، فقط میبینی که قصر بچه‌ات میزنند، جنگ جنجاله، یک زنی شتاه دز میبروه. برای چی؟ روزی توی در نیکو عرق خورده رفته بخون، روزی توی پیوم بوده، زن گرفته دیگر نماز نخونده. خداوند هم خیل میگیرش، هم خیل نعمتوش میگیره. ای بچه من ترا زن دادم، میگه برای در افغانستان 40-50 تا بودمو بندرم با زن میگیرن. زنگیری همین خمونده که همین گرفته سایو قدرش نمیدونن. زن اگر گرفتی شگرانه نماز میخونی، 5 وقت مسجد میره، میگه الحمدلله یا زنی صالح هم دادی خدا، اگه فرزندم بوده. ماشین هم خیل، یا ماشین میگیری اما اسپازی ماشین میگیری ماشینی بد میوید، فقط موتورش میزنه، کاروکا وایرونه. سیم خونه میگیری که خونه دکمنتوش توگلو نیست. این خونه را 3 کس دیگه در فروختگیان هر روز میبرن میورند. برای چیه؟ برای شگرانه نمیکنی. خوف نیست از خدا. وقتی که ترس از خدا باشه برکت میشه. گفتم کو اصل کل خیر فی الدنیا و الاخره الخوف من الله عز وجل. تمام خیر و برکت در دنیا و آخرت از خدا ترسیدن. بعد دوامی همیده میگه شیخ، میگه کل قلب لیس فیه خوف الله و هو قلب خراب. قلبی که دلی که ترس از خدا نداشته باشه او دل خرابه. نگاه تاجیکیش میگه خرابه، میگه می عربی کلمه خراب یعنی بزه فرسوده شده، او دل سیاه شده اگر او ترس از خدا نباشه. ترس از خدا چیه عزیزانی من؟ نمازی بامداد قضا نکن، خونه را نمازی کشیده نگو که چیه خونه را بودلیک دمون. برای ایرپورت، برای کور یگان سامالیات یا چی باشه میدونیم که اسپید کنیم که ریس نپره. که این دنیا مونده چی؟ این دنیای چه ارزشی نداره. نه که نمیدونیم که رسول خدا گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها، او کما قال یک رکعت نماز فجر بامداد بهتر از دنیا و آنچه در دنیا است. بهترش چیه؟ یخت، لکسوس، خانه ها، زنای خشرو، باغ روغ میبینیم هوشمون میره. دبی میریم، فرانسه میریم، سوچی میریم، مسکو میریم، پیتر میریم، میگیم این خیلی کاتر دست ورشیم. میگه یا رکعت فجر همین دنیای چیزایی که شما میبینید بهتره از دنیا و آنچه در دنیا. این شما این دنیا تمام بشه. دنیای همیشگی آخرته. شما آخرت چکنین؟ بترسین از خدا، هر لحظه بترسین. هر کسی که از خدا بترسه خداوندی تبارک و تعالی هم خیلی عزت و برکتش میته. عزت برکت و حرمت عزت کسی دید احترامش میکنه، کسی دیدش میترسه ایو. هر کسی که از حق ترسید و تقوا گزید بترسد از او هر انس و جنی که او را دید. وقتی از الله ترسیدی
نماز خوندی، زکات دادی، روزه گرفتی، حج کردی، قربانی کردی، چیزی را که گفتک طرف پدر و مادرت الله سبحانه و تعالی میگه نگاه نکن. سخت نگاه کردی چشمت کور میشوه، فردا روز قیامت گنگ میخیزی گپ زدی، ترسیدی نکردی خدای تعالی برکتت میده. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی حضرت اسماعیل گفت که بیا قربانیت کنم، گویا پدر جان من قربانی دا تیارم. شیطانی لعین آمد گفت ای اسماعیل این پدر ترا برده قربانی کرده سه. میگه استاد طرف پدرش گفت که شیطان بسیار قفام اومده وسوسه کرده سه، همی گفته سه که تو قربانی شده سه خیل خیل. با گفت تو چی گفتیش؟ میگه ما گفتمش که مالی امر خدای، ما برای خدا یک جانم 10 جان داشته باشم، امر پروردگار شده باشه، ما قائلم، ما راضیم که مرا قربانی کنه. میگه با اومد قفاشم خیلی گفتن گرفت شیطانی کرده. میگه با گفت پدر جان با اومده قفون وسوسه کرده، اینمی شیطان زنی همونجا سرش دیگه. با حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که سنگو را بگی، نمیخواد پرتوتم بگی. گفت در اونجا خیلی پرتو گفت، باز ما میریم شیطان خیلی روبرو میزنیم که اونجا آدم بیسوره نمیشه قفو برزه. با گفت 7 سنگ شلقتی بزنش. گفت 7 تا هم خیلی شیطان زد. همین چی شد مودا امروز اوجیو میروند چیکار میکنن؟ 7 تا میزنن یک روز. بعد 21 تا زد، با 21 تا 49 تا سنگ زد شیطان. بعد گفت که آورد ابراهیم در بالا، اگر حج رفته باشین هم جای ذبحگاه چی را وقتی برین رو بالاتون بگین که کجا ده حضرت ابراهیم چی کرده، همین شیطان زنی را میگذاری جای را چی را. بعد نگاه کنه ای طرف چپ ایس بیا، طرف چپ بالو ده همجا نشون داده که سنگ حضرت ابراهیم دام بالای سنگ چخیر خوش کرده، همجا روزی چی کرده انده. میگه خوش کرده. گفت فقط دیگه پدر چخیله اوخی فرزندی که در 90 سالگی بیویش را امر کنه خداوند که امتحان بی قربانیش که ترس از خدا را بی. حضرت ابراهیم که پروردگار ما پیغمبرتیم، ما بنده‌تیم، چخیل امری را نمیکنم، اگر نکنم ترسید که یکی نکنم یگان چی میشم. میگه وقتی موندش ترس حضرت اسماعیل بی که چخیل است. پدر که خداوند گفته که و بالوالدین احسان، شما پدر و مادرتون احسان کنین. پدر و مادر در پیری افتین اگر خدمت چه نکنین بوی جنت نمیبینین. ترس اسماعیل بی گوه پدر جان چشما ما ببند، یا که رو اوست که گفت چی بند؟ گفت یک که گفت گردن جان شیرینه روم هستین قوق نکنیم که خداوند فردا روز قیامت مرا بگه که چیگه به تو تتای خیلی نگاه کردی. امروز بچه ها جوان ها هم خیشتن دستم پولا میوان، نه اوتا را گوش میگنن نه اوچه را سینی اوتا گب میزنن، سینی اوتا داد میزنن، نمیدونن که پس لطفش چی های آخیر را چی جواب میتن. پدر و مادر روزی نباشه در همین دنیا مفهوم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که هر کسی در همین دنیا چی گناهی میکنه خداوند آخرت در عذابش میته. عرق میخوری زنا میکنی بسیار شد در آخرت میگه اول چقش نسین، اولی موننیش در آخرت عذاب میته. نه که کسی پدر و مادر شد در همین دنیا اش رزون دلش شکست خفه کرد، میگه اول همیجا نکزتش کنین نشانش بتین بعد از دنیا بروه. ایشون نیست امروز در کدوم اواریا میکنیم. امروز میبینیم که بانکروت میشیم، میبینیم که بچه گوش نمیکنه، زن گوش نمیکنه، در یک کوروی میغلطیم، کورومون سود و پروکرور کروپسیا دیگه چیزو میغلطه. بیشی آنالیز که ای خودت خفه شدی، یگون وقت کامپیوتر خفه کرده بود یا پدر خفه کرده بود، یگون هم خیلی گفتی ای مرا نصیحت نکن، ای مرا نگوی خیلی. او چت پرسید که در جای بچه‌ام بیای، ای من دخترم که میگم من بچه‌ای میگردم، انا مو جوابش در همین دنیا میتی. پدر شرط نیست که دست بالا کنه مادر بگه که دعا کنه، همین خفه شید تمام. با میگم همین جوانانی که امروز صاحب پول شدن و مال شدن، امروز یه برادر رازی گفت که گپی خوب گفت ایو سختی را دیگه نیستن، ایو چیز دیگه نیستن، ایو فقط آسایش و آرامش دیدگی هست. سختی ها را مو دیدگی، خدا او روزا را نیاره. کی خیلی دسترخوان بود، کی خیلی دسترخوان رنگ و رنگ بود، یا نونی جا بود، دو کوکروز بود و یا نونی دیگه بود، هم خیلی بود. خود الحمدلله این همین نوش نعمتی که جای پیولمانی نیست در همه خونه. شکرانه چه برادر؟ نماز بخونید، نماز بخونید، انشالله خداوند تبارک و تعالی عزت میته، انسان برکت میته. وقتی که انسان از خانه بیرون میشیده با نیت نماز، خداوند ملائکه را میگفته که
وقتی ما اومد شرطنامه کسی خونه ما چه چیزی میگم بتینش روزی شبته وقتی انسان از خونه میومده نمازش میخونده در مسجد خدا یه جور رزق میداده که خودت خبر نمیفته نماز سخت بقپی نماز بتی